روزگاران خورم دوران هخامنش که همگان بودن در آسایش و آرامش، ناگهان در ذهن کوروش فکر بکری افتاد تا که برای قطع دار نظامش فرمانی را داد. راهی شدن به همراه نفراتی حاذق و ماهر از سپاهش تا که رسیدن به دشتی فاخر. کوروش دستور داد که در این دشت مرگاه بنای فاخر و بزرگی ساخته شود به نام پاسارگاه. همان دم خبر آمد که پادشاه آید به شکارگاه، که گرازان وحشی حمله کردن به نفرات قرارگاه تا که با سپاهش راهی شدن به محل شکار. ناگه در طوفان شدیدی شدن اسیر و گرفتار. دیده نمیدید دیگر کس را در آن گرد و غبار. سپاهش پراکنده گشت و شاه تنها شد به ناچار. شب شد و کوروش رسید به کلبه یک چوپان. چوپان بی آن که بداند شاه است این مهمان. با شرمندگی گفت که ندارم به جز یک تکه نان. تمام مال و احشامم را بردن آن غارتگران. اگر شاه بودم سرکشی نبود از خشمم در امان. کوروش گفت که خود شاهی هستی در قالب چوپان. سپید دم که رسید یافتن سپاه کوروش شاهشان. کوروش گفت از این دم هست چوپان آموزگارتان. برای شاه وحید دو برابر غارت شده از احشامش. باید پیروی کنید از تمام دستورات و فرمانش. اخراج شدن آن نفرات خاطی و غارتگر تا که درس عبرتی باشد برای نفرات دیگر. چوپان گفت که ای کوروش ای شاه دادگر، مرا ببخشا که تو را نشناختم.